تصنیف الهه ناز اثر اکبر محسنی. اکبر محسنی نام مستعار علی اکبر حاج محسن تهرانی که در سال 1291 خورشیدی در تهران متولد شد. او آهنگساز و نوازنده ساز عود، تار و ویولن بود و همچنین معلم موسیقی. اکبر محسنی رو میتونیم جزو اولین نوازندگان ساز عود در دوران معاصر بدونیم، دورانی که به طوری ساز عود دوباره در ایران احیا شد. اکبر محسنی در هنگام تأسیس رادیو به استخدام رادیو ایران در میاد و زیر نظر علی نقی وزیری در ارکستر که به رهبری او تشکیل شده بود به نواختن ساز تارباس پرداخت و بعدها در ارکستر انجمن ملی به رهبری روح الله خالقی به نوازندگی و آهنگسازی پرداخت که اثر جاودانه این کار هم تصنیف الهه ناز هست که در ذهن و خاطر مردم ایران ماندگار شده. و البته نباید از شعر بسیار زیبای کریم فکور و خوانندگی استادانه غلام حسین بنان و تنظیم روح الله خالقی هم غفلت کرد. اکبر محسنی بیش از 500 قطعه موسیقی ساخته که تصنیف الهه ناز یکی از بهترین اونها و به یاد ماندنی ترین اونهاست و این قطعه رو به مناسبت روز تولد دخترش سروده که ما در دانگ دشتی می اونو اجرا میکنیم و نوت این مجموعه رو میتونید از سایت نوتدونی تهیه کنید که انواع قطعات علی نقی وزیری، روح الله خالقی و اکبر محسنی رو نوت نویسی کرده و نوت همین مجموعه الهه ناز هم در سایت موجوده و میتونید از اونجا تهیه کنید. ریتممون 2/4، کوکمون 2 سول ره و پردهامون سی کرم و فا دیز هست که در یک جای سری برمیگرده به فا بمون.